خب سلام رفقا، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. این همون ویدیویی که خیلی دوست داشتم بذارمش، ویدیوی بررسی هوندا کلیک 150. البته بررسی تخصصی که نه، ولی خب تجربه‌مو میگم، تجربه‌ام طی این چند ماه که سوار شدم و این نمای کلی موتوره که حالا احتمالا زیاد دیده باشین، ولی کلا خواستم نشونتون بدم. این برچسبا رو دوستانی که ویدیوهای قبلی رو دیده باشن میدونن چیه. فابریک نیست اینا با اینا تو ویدیوهای قبلی برید چسبوندنش رو گذاشتم. اول از همه این نمای فرمون آینه هاست که دیگه میدونید اینجا دوتا جا داره که زیاد نمیشه روش حساب کرد، یا مثلا من آب مدنی میذارم اینجا و حالا کارتی چیزی، ولی چیزای مهم رو نذارید اینجا چون به راحتی میتونن بزنن، اصلا اهمیت نداره. بیایم روی فرمونش. اینا چراغ این نور پایین، این نور بالا، از اینجا البته چراغش روشن میشه. یه دونه که بیای چراغای روز روشن میشه، یه دونه که بیای چراغای روز روشن میشه، دوتا بیای چراغ نور پایین. اگه این پایین باشه اینو بدید بالا، نور بالاه. یه دکمه دیگه هم داره، اینه بهش میگن چراغ سلام. حالا اینا رو بهتون نشون میدم که کارکردش چجوریه. این فلاشر سمت راست، سمت چپ، و اینم دکمه استارتمونه. رفقا از دکمه استارتش بخوام براتون بگیرم، این استارت، این دکمه زینه. شما که یه بار که اینو فشار بدین این آبی میشه، اینو که بچرخونی میاد روی سیت فول. دکمه زین آزاد میشه، میاد اینجا فشار میدین باید آبی بشه. تا ته که بچرخونید فرمون قفل میشه. ببینید فرمون دیگه تکون نمیخوره، همین حد دیگه نمیچرخه فرمون. حالا ما اومدیم جای خاکی، ولی بازم شلوغه، شما نیاد جای خاکی. یه بار که دیگه فشار بدیم میاد روی سی، یکی دیگه که بچرخونیم برق میاد توی آمپر. اینجوری که میشه آماده استارت، ولی شما دکمه استارت رو بزنید استارت نمیخوره. این یکی از امنیت های این موتوره که حتما باید ترمز عقب یا ترمز جلو رو با هم بگیریم. حالا البته بعضی هم موتورها سنسور جک دارن، حتما باید این جک بغلش بالا باشه تا استارت بخوره، که این یکی از جزء آپشناشه، ولی این آپشن رو نداره، یعنی رو جک هم استارت میخوره، فقط باید ترمز رو گرفته باشه. خب بخوایم استارت بزنیم، اول از همه گفتم اینو میچرخونید که ببینید برق میاد پشت آمپر. یه دونه چیزو میگیرین. حالا من نمیتونم با پا میزنم، حالا الان من با دستم دارم فیلم برداری میکنم و نمیتونم، ولی با پا زدم موتور استارت شد. صدای خاصی هم نداره، خیلی صداش کمه. این از اینو یادم رفت بگم، این دکمه برق موتوره. شما اینو میدید بالا برق موتور قطع میشه، میدید پایین برق موتور وصل میشه. موتور روشنه، اینو میزنید خاموش میکنه، فکر نکنید موتورتون خراب شده. خب اینا یه توضیح کلی در مورد موتور بود. این موتور از شرکت نیکتاز، مدل 402 که رفقا تو کامنت پرسیده بودن، گفتم من توی فیلم بررسی میگم براشون. ترمز جلو دیسکیه، ترمز عقب کاسه‌ایه، تک کمکه است. فقط موتور رو که گرفتین حتما یه تنظیم باد برین، چون توی این موتورها تنظیم باد خیلی مهمه، چون تک کمکه هست. اگه بادتون رو خیلی زیاد بزنید خیلی محکم میکوبه و اذیت میکنه، ولی بادش که تنظیم باشه با اینکه تک کمکه است ولی زیاد اذیت نمیکنه. یعنی تو مثلا دو ترک هم شما بشینید تا 160-170 کیلو رو راحت جواب میده. من حتی توی سربالایی هم تست کردم. خب بعد میریم سراغ گنجایش زینش. بهتون گفتم اینو یه دونه فشار میدید آبی که شد، یه دونه میچرخونی دکمه زین رو میزنی، زین باز میشه. به اونجا زیاد توجه نکنید، یه خورده کرکسیفه، ولی نمای کلی گنجایش زین انقدر اوکیه. مثلا وسایلی چیزی، من مثلا قفلمو میذارم اینجا. این قفلم آنباکسش کردیم بچه‌هایی که فیلم قبلی رو دیدن.
اینم بنزینشه که البته من الان بنزین زدم و نشتی نداره. الان زدم یه ذره ریخته بیرون. یه دونه که میزنیم چراغای روز روشن میشه. این دوتا که خیلی هم خوشگلش میکنه. یه دونه که دیگه بزنیم چراغای پایین روشن میشه. حالا اینا توی شب بیشتر معلوم بود، ولی خب گفتم دیگه الان ویدیو رو جمعش کنیم بره. نور بالاش هم اینه. اینم نور بالاست. اوکی. 4 لیتر بنزین میگیره. درش هم پیچیه و همین خلاصه. اینم از دین موتور. رفقا تعادل این موتور خیلی خوبه. شما نگاه به ضخامت رینگش نکنید. با اینکه رینگش کوچیکه ولی تعادلش عالیه. به خاطر همین میگن کسایی که موتور اولی ان یا خانوما حتما برن با کلیک شروع کنن، چون حتما یه نتیجه عالی میگیرن. این ترمز دستیشه. موتور توی سربالایی یا سرپایینی بودیم. نمیخوایم به هر حال موتور تکون بخوره، سر جاش باشه. این خیلی به کارتون میاد. ترمز که یکم فشار بدید بعد اونم بزنید، الان موتور قفل شد. الان ترمز عقب از درگیره، نمیذاره موتور تکون بخوره. یه دونه اینجوری کنید آزاد میشه. یه نمای کلی رو من بهتون گفتم، با موتور آشنا شدین. بخوام از تجربه بگم تو این چند ماه موتور دیدین احتمالاً 6000 تا کار کرده. کلا شتاب کلیک نسبت به آیروکس بهتره. من خودم سوار شدم، کلیک بهتره. شتاب شما اگه شتاب میخواین کلیک رو حتما انتخاب کنید، ولی اگه کمک فنر و سیستم تعلیق اینا واسهتون مهمه آیروکس رو انتخاب کنید. آیروکس نسبت به کلیک موتور سنگین تریه، به خاطر همین کلیک شتاب بیشتری داره. موتور کم خرجیه، شما رو جایی نمیذاره. الان نگاه نکنید من اومدم تو خاکی، اومدم یه جایی که خلوت باشه، کسی مزاحممون نباشه. در کل موتور خاکی هم نیست، یه موتور شهری سر خیابون بری یه دوری بزنی بری سر کار. موتور خاکی و آفرود و نمیدونم جاده و سرعت و اینا نیست. از سرعتش هم بخوام بگم سرعتش هم خوبه، بد نیست. توی 6-7 ثانیه به 70-80 تا میرسه. میگم موتور گاز دادن و اینا نیست، موتور شهره، ولی به 100 تا میرسه. شما اگه وزنت مثلا یه ترک بشینی وزنت 60-70 کیلو باشه راحت به 100 تا میرسی، شاید هم 110 تا. بستگی به موتورت داره که چقدر ترتمیزه و چقدر سر حاله. در کل موتور کم خرجیه. شما فقط یه بنزین بزن، بنزین هم نمیگیره، هر صدی 2 لیتره. بنزینشو بزن، روغناشو رسیدگی بکن، اصلا شما رو جایی نمیذاره. موتور کم خرجی. فقط نکته دیگه به ذهنم نمیرسه. حالا اگه بازم سوالی داشتید بگید. میگم تجربه‌مو گفتم، بررسی تخصصی و نمیدونم آی فلان و اینا نبود. تجربه‌مو گفتم به عنوان یه کاربر معمولی که شما باشید. بازم اگه پیشنهادی یا سوالی چیزی داشتید توی کامنت ها بپرسید که من خوشحال میشم. ویدیو رو لایک کنید، امیدوارم که لذت برده باشید. فعلا تا ویدیو بعدی، بدرود.